پیشنهاد نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث‌هایی را درباره شیوه براه ماندن همکاری‌ها با روسیه برانگیخته است. تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است. در زمان رهبری تیلرسون، اکسون موبایل با شرکت‌های مشترک و شرکت روسنفت روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قرارداد 700 میلیون دلاری استخراج نفت در ارکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترک استخراج در ارکتیکا بعد از غصب نیمجزیره کریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت آمریکا بعد این به ضد روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. محض همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارکتیکا دست کشد و 1 میلیارد دلار زیان بیند. رکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تگزاس در آمریکا صحبت کرد. همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را میشناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او میکند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران میکنند موافقم، ولی او میفهمد که من یک تاجرم. محض همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنات آمریکا برانگیزد. لیندسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند. برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد. در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است. البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتا بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر می شود. اگر نامزدی رکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این می شود که آیا او همچون دیپلماتی والا مقام آمریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ می دهد؟